برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام بینندگان عزیز، شما برنامه تحلیلی دیدگاه را تماشا میکنید. در استودیوی پایگاه تحلیلی پیام شوکتی محمد با شما هستم. امروز درباره اینترنت در تاجیکستان صحبت میکنیم. خواهم گفت که اینترنت سست و بی‌صفت در کشور به اقتصادیات مردم و کشور چه ضررهایی آورده است. حتما در برنامه امروز خواهید دانست که چه کسانی نمیتوانند یا نمیخواهند در تاجیکستان اینترنت با سرعت وجود داشته باشد. حالا تماشابینان گرامی، کسانی که برنامه را از شبکه یوتیوب پیگیری دارید، تکمه لایک را پخش کنید تا دیگران نیز وارد صحبت ما شوند. همچنین لطفاً به دیگر دوستانتان پیوندی نوار را فرستید تا آنها نیز نوار را تماشا کنند. ما باشیم با کمال میل برنامه امروز را آغاز میکنیم. بانک جهانی اعلان کرد از پاندمی کووید 19 بیشتر کشورهای ضرر دیدند که از رشد تکنولوژی رقمی عقب مانده اند و نتوانستند زیربناهای رقمی در خور زمان راه اندازی کنند. در این باره نمایندگان این بانک امروز 2 دکبر در یک نشست آنلاینی در موضوع کووید 19 و نابرابری رقمی در آسیای مرکزی گزارش دادند. کارشناسان قید کردند که نبودن زیربناهای ضروری در شرایط مسافه‌گیری جمعیتی، راه اندازی کار مسافوی یا آنلاینی، پیدا کردن دسترسی به آموزش و خدمترسانی آنلاینی طبی و در عموم خدمترسانی را به مشکل مواجه کرد. نمایندگان بانک جهانی با استناد به تلگرافی میگویند که در آسیای مرکزی دسترسی به اینترنت با سرعت هنوز هم محدود است. فراگیری خانواده ها با اینترنت با سرعت توسط شبکه های استاتسیونری علاقه در تاجیکستان همگی 3.1% را تشکیل می دهد. بلندترین نشان دهنده در آسیای میانه را قزاقستان با 35% دارد، اما حتی آن را متخصصان بانک جهانی خیلی پایین‌تر از نشان دهنده های جهانی می دانند. یعنی تحقیقات بانک جهانی نشان داده است که محدودیت دسترسی به اینترنت با سرعت که یکی از سبب‌های اصلی آن در مونوپولی گروهی معین قرار گرفتن و بالا بودن قیمتش است و این حالت به گسترش سراسری ویروس کرونا در آسیای مرکزی و بیشتر از همه تاجیکستان سبب شده است. در تمام کشورهای دنیا به خاطر پیشگیری از پهن‌شوی ویروس، قسمت بزرگ کارگران و خوانندگان مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به کار مسافوی و آنلاینی گذراندند تا معاشرت در اداره و مکتب‌ها سبب پهن‌شوی بیشتری کرونا ویروس نگردد. اما چون در تاجیکستان بنابر سرعت بسیار پست اینترنت و گرانی قیمت آن چنین امکان تقریبا وجود ندارد، تقریبا کسی به کار مسافوی و آنلاینی گذرانیده نشد. انا همین باعث گشت به اداره ها رفتن و یک جای کار کردن آدمان سرعت پهن‌شوی ویروس در کشور را به مراتب افزایش دهد. حالا مقامات تاجیکستان تعداد گرفتار شدگان، تعداد از این کرونا ویروس فوتیدگان را خیلی کم نشان میدن. حالی تا به حال از ماه مارس تا به امروز تاجیکستان شمار فوتیدگان را به 100 نرسانیده است. یعنی 86 نفر، 87 نفر همین طور است. حالانکه تمام کارشناسان جهانی عامل‌های گرفتار شوی و اوجگیری بیماری شبکه‌های اجتماعی را تحلیل میکنند، بررسی میکنند، مانیتورینگ میگذارانند و میدونند که تقریبا در تاجیکستان چقدر مرگ و میر به سبب کرونا ویروس است، چقدر فوتیدند، چقدر بیمار هستند و چقدر در خانه هایشان هستند که طبابت میگیرند. این را هرچند دقیق نباشد هم تقریبا تدقیق کرده می شود. برای همین
مسئولین تاجیکستان، حکومت تاجیکستان امروز بجز خودش دیگه هیچ کس را فریب کرده نمیتواند. امروز دولت فقط خودش را فریب میکند. لیلیا برونچوک، رهبر منطقوی بانک جهانی در آسیای مرکزی، بحران وابسته به کووید 19 واقعیت مسافه رقمی بین آنهایی که به شبکه‌های رقمی علاقه دسترسی دارند و آنهایی که از آن محرومند را نشان داد. اینترنت در تاجیکستان بعد تأسیس مرکز یگانه کمونیکاسیونی در سال 2016 با ابتکار رهبر خدمات علاقه و خدای رئیس جمهور بیک صبور زیر منوپولی گویا دولت رفت. تا آن زمان هم بیک صبور با سوء استفاده هایش از مقام دولتی رشد ساحه را به رکود تبدیل داده بود. اما بعد تأسیس این مرکز و پر زیر نظارت بیک صبور گذاشتن اینترنت در تاجیکستان، ساحه کمونیکاسیونی که یکی از پیشرفته ترین در منطقه بود به عقب مانده ترین تبدیل شد. بنا به معلومات های معتمدی که به ما رسیده است، هنوز سال 2014 با رازیگی حکومت تاجیکستان و شخصا رئیس جمهور امامعلی رحمان بین خدمات علاقه و شرکت خصوصی شرطنامه امضا شده است که تمام عملیات پولی و مالیوی خدمات علاقه و تاجیک تلکام توسط این شرکت صورت میگیرد. مؤسس این شرکت چه خیلی که علکی درک کردید جناب بیک صبوری است. این آشنا گروپ نام دارد شرکت که به پسری بیک صبور رمز صبورов تعلق دارد. قرار درباره مرکز یگانه کمونیکاسیونی علاقه الکترونیکی با امضای امامعلی رحمان سنه 30 دکبر سال 2015 صادر شد، دست بیک صبوری را بازتر کرد. دوام 10 سال تا 5-6 سال قبل ساحه مخابرات تاجیکستان تا از بخش‌های با سرعت رشد کننده اقتصاد کشور محسوب می‌یافت و پیشرفته ترین در آسیای میانه بود. شرکت‌های موبیلی یکی از اساسی ترین اندازه‌سپارندگان بودند. بودجه تاجیکستان را پر می‌کردند. همه آنها بوغی شدند. تا جایی که افغانستان و ایران نیت داشتند از خدمت رسانی ساحه مخابرات تاجیکستان استفاده برند. تا همین 10 سال پیش حتی کشورهای همسایه میخواستند از تاجیکستان، از خدمات تاجیکستان استفاده برند. ولی چه شد؟ با کوشش خدمات علاقه و کمیته انداز سیستم به قفا مانده ترین در منطقه تبدیل شد. کارشناسان این ساحه میگویند از قرارهای این دو نهاد بازار مخابراتی روز تا روز فلج می شود. آنها کاهش شمار استفاده برندگان و درآمد این بازار را مثال میزنند. در همین حال بازار کشورهای دیگر از حساب توسعه فراگیری بازارهای همسایه و پیشنهاد محصولات و خدمات رسانی خود به آنها رشد میکنند. کارشناسان میگویند خدمات علاقه با مشغول شدن به مبارزه با تکنولوژی ها بیشتر به بازار وطنی مخابرات ضربه میزند. اگر در سال 2005 تاجیکستان اولین کشور در آسیای میانه بود که استاندارد 3G را به اصطلاح 3G را راه اندازی کرد، بعد 10 سال به قفا مانده ترین کشور منطقه در این ساحه تبدیل شد و حالا در جهان هم یکی از پایان ترین جایها را اشغال میکند. تاجیکستان در تامین اینترنت به شهروندانش از عقب مانده ترین کشورها است. حالان که در سالهای 2000-2007 تاجیکستان در صفت علاقه و نرخ آن با روسیه و اوکراین رقابت میکرد. بعد تحمیل انداز غیر مستقیمی 3% یعنی اکسیس در سال 2010 و 4% در سال 2014،
بازار مخابرات در کشور رو به فلج شوی آورد. در سال 2012 خدمات علاقه بدون شرح سبب شرکت های موبیل را موظف کرد که نرخ تماس با روسیه را نه کمتر از 12 سنت آمریکایی مقرر کنند. تا آن زمان نرخ تماس تلفنی با روسیه از 1 تا 6 سنت را تشکیل میداد. سال 2016 بک صبوری به هر سیم کارت 80 درمی انداز ماهانه مقرر کرد. این قرارها ضربه های علاوگی به ساحه مخابرات کشور بودند و جریمه های هنگفتی تحمیل شده به آنها بر ضمن این ضربه ها باعث شدند شرکت های موبیلی سال را با ضرر تمام کنند. بک صبوری خدای رئیس جمهور نه تنها خدمات علاقه را به بیزنس اویلوی تبدیل داده است، بلکه اویلوی صبوری ها مبلغ های از خدمات علاقه به دست آوردهشان را در تجارت های دیگر نیز استفاده می کنند. این اویله چند شرکت ساختمانی دارد که در دوشنبه، قرغانتپه، کولاب، دنغره و وحدت خانه می سازد. حالا معلوم شد همین مناپولی سازی ساحه و به بیزنس شخصی تبدیل دادن آن از طرف خدای رئیس جمهور، البته با دستگیری و اجازه خود امام علی رحمان، باعث شده است هزارها نفر در تاجیکستان با کرونا ویروس گرفتار شوند. این به علاوه میلیاردها دلار ضرری که بک صبور به اقتصاد کشور وارد کرده است. ببینید در تاجیکستان اینترنت نیست. اینترنت با سرعت نیست. هیچ کس از خانه‌اش ایستاده از مغازین ها، مغازه ها، از فروشگاه ها، بازارها چیزی خریده نمیتواند. یعنی اینترنت مغازین به سبب پست بودن سرعت اینترنت مغازین در تاجیکستان رشد نکرده است. همه مجبور است اگر یگان چیزی رو خواست که پیدا کند، خواست که خریداری کند، مجبور است به کوچه براید، به مغازین رود، به بازار رود. یعنی برای یک چیز لازم شدن مجبورند که مردم تاجیکستان به کوچه بریزند، به خیابان ها بریزند. همین سبب می شود که در تاجیکستان پنجشنبه کرونا ویروس اوج گیرد. مردم روز از روز بیش از پیش زیاد به این کرونا ویروس گرفتار شوند. خود همین دلیل کفایه است که تاجیکستان نمیتواند مردم را در خانه اش نگاه دارد. وقتی که در خانه اش مردم را نگاه داشته نمیتونی، حتما ویروس پخش می شود. نه؟ عادی ترین مثال، وقتی که شرایط خرید و فروش الکترونی، شرایط خرید و فروش اینترنتی وجود ندارد، مردم را در خانه‌اش داشته می شود؟ نمی شود. در عصر 21 عادی ترین امکانیت به مردم داده نمی شود. حالا که همین امکانیت وجود دارد. حالا امکانی حساب کردن این که چه مقدار آدم محض با سبب همین چشم گرسنگی خدای رئیس جمهور با کرونا ویروس گرفتار شد شاید غیر امکان باشد. اما این که مسئولیت هزاران بیمار و صدها مرگ از آن به دوش بک صبور و خدایش است جای شبهه نیست. چند نفره در تاجیکستان به کرونا ویروس گرفتار شده باشند، انا همین 2 نفر اساساً گناهکار است. همین 2 نفر چشم گرسنه. مشکلات دسترسی به اینترنت با سرعت در منطقه به گفته متخصصان بانک جهانی به نبودن اصلاحات در ساحه، یعنی در همین ساحه مذکور، مانع‌گذاری در پیوست‌شوی به شبکه‌های بین‌المللی، مناپولی کنی ساحه از طرف شرکت‌های دولتی، نبودن مقامات مستقل تنظیم کنی و سطح پست سرمایه‌گذاری وابسته است. میخائیل بونچوک، متخصص کلان بانک جهانی عاید به رشد رقمی میگوید اصلاحات در ساحه تلکمونیکاسیونی میتواند در امکانات زیادی را برای آسیای مرکزی، اهالی و اقتصاد آن باز کند.
همگی 10% بیشتر کردن دسترسی به خط وسیع پیوست نه کم از 1% به سطح رشد اقتصادی می افزاید. عادی ترین مثال افزایش 1% وارد شوی اینترنت باشد صادرات را 4.3% بیشتر میکند. فهمیده ایستادید؟ من باوری دارم در اکثریت کنفرانس ها واخوری ها این کارشناسان با مقامداران ما این همه را فهمانیدند، همه را گفتند، اینها گوش نمیکنند. من باوری دارم که همه این گفته های کارشناسانه به مقامات تاجیکستان توصیه شده است، رسانیده شده است. اینها گوش نمیکنند. حالا تصور کنید که بیگ صبور و خدایش امام علی رحمان با منپولی و عقب مانده کردن ساحه چقدر بر رشد اقتصادی کشور مانع ایجاد کرده اند. و تمام تلویزیون تاجیکستان، رسانه های دولتی میبرایند سیاست خردمندانه جناب عالی، سیاست خردمندانه جناب عالیتان را بینید. عادی ترین چیز را تامین کرده نمیتواند. اگر همین اینترنت با سرعت در تاجیکستان تامین باشد مردم از خانهش نمیبراید. اینترنت مگزین ها فعال میشوند، یعنی فروشگاه های اینترنتی فعال میشود، پوچت ها فعال میشوند. ببینید پوچت تاجیک رو به رکود است. پوچت تاجیک رو به رکود است. به خاطر چی رو به رکود است؟ سیاست استفاده آن را، سیاست فعالگردانی آن را نمیدانند، نمیتوانند، یا اینکه نمیخواهند. همین است سیاست خردمندانه. حالا دانسته و ندانسته در تاجیکستان همین خیلی یک جهانبینی پیدا شده است که فهمش پیدا شده است که گویا پوچت، خدمت رسانی پوچت یک کار کهنه شده است، اما در کشورهای پیشرفته همه کارش را، همه معاملات و مناسباتش را توسط پوچت اجرا میکند. حتی یک قسم از کارهای بانکی در عهده پوچت است. یک قسم از کارهای بانکی حتی توسط پوچت ها اجرا می شود. در تاجیکستان چی؟ عادی ترین چیز در عمل نیست. پس این بیگ صبور چی کار کرده ایستاده است؟ متخصصان بانک جهانی تاکید کردند که کشورهای آسیای میانه باید به تحکیم مقامات تنظیم کننده و رفع حالت منپولی در ساحه تمرکز کنند. یعنی باید ساحه پر از تصرف بیگ آزاد کرده شود. بیگ ببینید اصلا همینجا یک چیز رو باید قید کنم که تا کی مقامات تاجیکستان اولاد بازی میکند، قضا بازی میکند، بچه بازی میکند، محله بازی میکند؟ تا کی این مقامات مسئولیت شناس میشود؟ تا کی از حسابی از روی دانش، از روی ذکاوت، از روی فهمش، از روی جهانبینی مردم به کار تامین میشوند؟ کی تامین میشوند؟ اگر این تاجیکستان مردمی می بود، اگر در حقیقت واقعا پرزیدنت ما سیاست خردمندانه می داشت، یگان نفر فرزندش در اطرافش کار نمی کرد. موافق قانون تاجیکستان در یک مقامات باید دو خویش تبار از یک عائله کار نکنند. موافق قانون. ببینید پرزیدنت، رئیس دستگاه،
رئیس مجلس ملی، معاون بانک ملی، همین خیر رفتن میگیرد، همش خودشون. این چی گپ خودش؟ وقتی که فرزند شما، وقتی که یار جوره شما، وقتی که خویش و تبار شما به مقامات آمد، در پهلوی شما کار میکند، آیا شما او رو گفته میتوانید که خطا کردی دف شو؟ از اوده کار نبرآمدی دف شو گفته میتوانید؟ اگر میتوانستید اینها دور و دراز 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال نمیگشتند. فقط شما کارگران قطاری، وزیران قطاری رو اینش رو به اینش عوض میکنید، ویش رو به ویش عوض میکنید. دانسته نمیشود. شما بگویید یک وزیر اقتصاد را با وزیر مثلا گریم جوش بیاد با وزیر فرهنگ عوض میکنید. آخر چیزی میدونستگی وی شاید اقتصاد باشد، چیزی میدونستگی شاید فرهنگ باشد. اینش رو با ویش عوض میکنید، ویش رو با ویش عوض میکنید. حالا چگونه آنها در غیر جای اختصاصی خود کار میکنند؟ عادی ترین چیز انا همین است که وقتی که آنها جای واسکنی صورت میگیرد، با کار خود با جای تعیین شده خود صرفم نمیروند به وظیفه خود. تا اینکه صرفم میروند سالها میگذرد. وقتی جای واسکنی ها با میبیاید، با رئیس جمهور میخواهد که به مردم نشان دهد که اصلاحات کرده ایستاده است، باز جایها رو عوض میکند. باز اینها تا اینکه به جایشان شناس میشوند، کار را میفهمند، مهلتشان تمام میشود. انا همین است تاجیکستان عقب رفته ایستاده است. حالا بانک جهانی برای رشد رقمی کنانی ساحه به قرقیزستان و افغانستان مبلغ گذاری میکند. در همین شب روز در این کشورها مناپولی کنانی ساحه باز داشته شده است و با سرعت رشد میکند. علم آورش این است که 10 سال پیش این دو کشور از تاجیکستان اینترنت میگرفتند. حالا تاجیکستان از قرقیزستان میگیرد. انا سیاست خردمندانه. امکان دارد در آینده نزدیک شاهدی وارد کنی اینترنت از افغانستان به قول مقامات جنگ زده هم شوی. حالا امکان دارد افغانستان بانک جهانی سرمایه گذاری کرده ایستاده است برای پیشرفت اینترنتش. با ما چی نه؟ به خاطر چی؟ به خاطر آنکه در ما مونوپولی است. شرط بانک جهانی این است که اول شما از مونوپولی آزاد کنید. حالا افغانستان رشد میکند، ما عقب رفتن میگیریم و جایش باید از افغانستان اینترنت میگیریم. الله نشان ندهد. امید میبریم که رهبران امروزه ما به انصاف میبیایند و برای رشد جامعه کوشش میکنند و حتما به خاطر آن که کشور رشد کند، کشور ما به اصلاحات نیاز دارد و باید خویش و تبار بازی، عائله بازی، قبیله بازی، محله بازی، مونوپولی کنی باید از بین برود. وگرنه ما فقط رکود میکنیم، فقط به عقب میرویم و خلاص. با همین برنامه امروزه دیدگاه به نهایت خود رسید. امیدواریم برنامه های دیگری رادیویی ما و مطلب های ما را پیگیری میکنید. لطفاً پخش تگمه آبونه و لایک و زنگوله را فراموش نکنید. هر کی آماده همکاری با ماست و یا ملاحظه و پیشنهاد دارید، لطفاً به رقمی که در نوار میبینید زود تماس بگیرید. ما برای اصلاح و پیشرفت خود هر یک ملاحظه و پیشنهاد شما را استفاده میکنیم. در حالتی به ما رسانیدن معلومات مهم، مخفی نگاه داشتن حیثیت شما کفالت داده می شود. در حفظ الله بمانید. خیر تا روز دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. رادیوی پیام
در فضای سیاست صدای جدید، رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید، رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.